خیلی دیده ایستاده دوستان عزیز. ما مرکز سودای تاجیکستان بر اومده ایستاده. خواهد اگر درونش میداریم ولی خوی باشد همش 100% کار کرده ایستاده باشه. با درون بریم. خیر رفته با درون میداریم دوستان. دوستان عزیز ما با درون سوندر اومده ایستاده ایم در اینجا اینفینیتی سامسونگ. میتونید خیلی مغازه تلفن بوده است دوستان عزیز. تلفن ناوشنیک داشته. با اینجا میبریم میرویم دوستان عزیز که به حد بیرون خیلی گرمه. اینجا ما برو اومدیم از این طرف و دوستان عزیز شعبه اجاره دیدی دوشنبه سیتی سنتر. اوه انا این بینو رو دیده دوستان. این بینوی اروپایی را مثل اروپا اینجا میگردد به خیال میکنید که در نیویورک در نزدی بینویی که امپایر استیت بیلدینگ اینجا چی باشه فریدم بانک و بانک نو بود از دوستان. نگاه کنید این روز دوستان عزیز یکم سپتامبر همه به سوی مکتب روان بودن. اینا رفتن در قطار راست ایستادن یا دو معلوماتی که معلم و ترتیباتی که داشتن و کودکان فهموندن و بعدا با جوابشون دادن. درس اساسی از فردا سر می شود از دویم برای که امروز یکم سپتامبر یک شنبه به غلطیدگی آفتاب است نمیبینی. نگاه کنید دوستان عزیز اون طرف هم بینای دو آشیانه سه آشیانه دوره سوویتی بود ولی نگاه کنید چه خیلی ساختن. آفرین. نگاه کنید این طرف ما داریم طرف راه سامانیان و این طرف ما از طرف چایخانه راحتیانی که از طرف وطن اساس آمده. خیلی آرام رفتیم. بینوی هم حالی من ندیدم که همینه با استقامت دهند فقط پیشش محکم هم اجاره ما ولی کمکه این روزا کشودن. این بینوی سیاوش میگفتم باشم سیاوش. این هم بینوی خیلی زیبا نگاه کنید گیری تریزوش خیلی راست اوزار موندگی نه یعنی که کمتر اوکلون کته خیلی زیبا. این گویم هر کس خیلی قینی خطی نمیسازه. اینجا دوستان عزیز دفاکتو مغازه لباسای دفاکتو نگه اوچا جواب انا دوستان عزیز این طرف ما داریم باغ استاد ابو عبدالله رودکی داریم و چه خیلی که دیده ایستاده دوستان عزیز انا بینای پارلمنتی جمهوری تاجیکستان از نزدیک رفته نوار خواهیم گرفت. اون طرف ما داریم راهی باشکنم همون طرف سپارتا. این طرف ما داریم راهی پرچمون اونجا هم طرفی پرچم میروه یعنی این بینای دفاع. اون طرف مهمانخانه تاجیکستان و این طرف ما تسوم داشته و این چهارراهی تسوم. آج میرویم با پیش پارلمنتی جمهوری تاجیکستان. خیلی آمدیم تسوم و این چهارراه خیلی دیده ایستاده. این هم بینای خیلی با حشمتی استقامتی ЖК жилой комплекс. انا دوستان عزیز ما این طرح این بینو خیلی ما با من معقول اومد. برای چی بیاد دوستان نگاه کنید خیلی رنگ های زیبا و مینیاتور نگویم میشد برای که خورده که چهار کنجای سکرومنینکی. انا دوستان عزیز اومدیم ما با پارلمنت جمهوری تاجیکستان
خیلی دیده ایستاده دوستان عزیز در پیش این بینو فانتان ها وجود دارن حال اکو گیرون نیستند ولی با فکرم شبانه خیلی زیبا می شود نگاه کنید گنبدهای گرده که خیلی با حشمت مثل تاج محل گویم میشه ولی با تاج محل اکو بینو نمیشن اون تاریخی ولی مثل همون است نگاه کنید دوستان از این طرف هم درآمد دارد این طرف ولی راههایش با فکرم ولی خیلی تعمیر کرده ایستادن ولی معلوم است که برای زمستان سویت آب و دیگر راههایش را یعنی که تعمیر کرده ایستادن که در حالت فوق‌العاده اینجاها ضرر نبینن یعنی که پریگروز می شود آب یخ می شود اینا همشه در تابستان در وقت گرمی می بینن مسئله شون رو انا دوستانی عزیز بینو نگاه کنید خدمات علاقه سگانیکا نگاه کنید تلویزیون در موبایلش با عکس محترم امام علی رحمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان انا چخیلی که دیده ایستاده دوستان تیاری دیده ایستادن امروز باز میگویم دوستان عزیز 1 سپتامبر سال 2024 خیلی زیبا گازون های سبز فانتان ها هم اشون کار میکردند من میدونم که وقتی کشاده شایبه این فانتان ها کار میکردن دوستان ازی تازگی رو رعایت دارن تازه کرده ایستادن هر لیسن سر با فکرم 9 سپتامبر دا باز ادکریتیا یعنی که ورود شوی میدارد گنبد ما رو ببینید خیلی با حشمت این اکو دوستان عزیز نه اکو ای پیش دیدن در خود خیلی با حشمت دوستان میرویم با اون طرف خیلی دیره رو پروی ما باغ استاد ابو عبدالله رودکی اونجا فانتان هایشون گیران یعنی که همه ساکن مردم شهروندان اومدن در اینجا وقتشون رو خوش میکنن یعنی که آرام میشوند عصبا را آرام کرده و بعدا با کار به خانه ورود میشوند رو پروی باغ استاد رودکی ما داریم انمین پارلمنت را اون بسیار آشیانه دوشنبه پلازا و در این جایی که حوزه این پارلمنت حضور دارد دوستان عزیز در اینجا وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در یکم بینو اون طرف بود و بعد این حکومت شهری دوشنبه بینوی سرخ اغلوای اول بود تا آخره بعد دامای 2 آشیانه 3 آشیانه استقامتی سوویتی حضور داشتن اینک فقط پارلمنتی ما سرخ مونده است مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مونده است تمام دیگه این طرف همه بینو رو خراب کردند و در جایهایشون بینوهای با حشمتی مثل انمین پارلمنت و حکومتی جمهوری تاجیکستان ساختند اینا دوستان نگاه کنید یا بعضی جاش ساخین خیلی بعضی جاش آفتاب خیلی سپتامبر ولی هم دم و گرمی است در بعضی دولت ها در سپتامبر روزه زمستان گویم خنکی میشه تای سرتک و کرکچه میگردن انا اونجا یک چیز ساختن نمیدونم چیز اگر امکانیت داده شود رفته هوای رو یک بار نوار میگیریم که چیست وای اون مجسمه است چیست یک بار از پیش نوار گیریم آجی دوستان حتما با منم خیلی تعجب آور شد آجی با پیش میرویم یک بار نوار میگیریم برای که اونجا را هیچ کس نوار گرفتگی نیست انا دوستان عزیز چه گفتم از پیش نوار میگیریم این پارلمنت رو نگاه کنید
با ما تعجب آور اینش بود. این چیست؟ یعنی که این سنگی کشوده شوی و رمزی یک بار بینیم چی نیسته است. او دوستان عزیز دیده اینجا چیست؟ اینجا کمک برای ساختمان بینای پارلمنت تاجیکستان. دیدین دوستان؟ این چیز نیستگی شده بود است. آفرین. کمک بود است دوستان. ها؟ خیلی بینای باحال شما. دوستان عزیز می رویم با بینای پارلمنت جمهوری تاجیکستان خیر مقدم میگیم. خیر خوش میکنیم. خیر مقدم میگیم. اینا دوستان عزیز خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان و مجسمه اسماعیل سامانی و در پشت این مجسمه کتابخانه ملی و در نزدش ما داریم باغ استاد رودکی. اون طرف ما داشتیم څوم و حکومت جمهوری تاجیکستان داشتیم. اینک دوستان عزیز در اینجا ما پارلمنت جمهوری تاجیکستان در جایی که اول اینجا وزارت کشاورزی و حکومت شهر دوشنبه حضور داشت در جایش این را ساختن. این بینایی که سرخی میبینه دوستان این مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. این بینو رو میگوین چیز یک کس را سوال دادن که میگوین بینوی پیشروی. این بینوی پیشروی مجلس نمایندگان که سال ساختمانش سال 98 شروع شد و سال 99 به اتمام رسید. و این رو دوستان عزیز خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان با عکس محترم محمد رحمان. نگاه کنید چقدر زیبا شده دوستان عزیز. اون طرف چقدر پس شما نگاه کنید چقدر راست تا آخر راست. و خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان. اینا دوستان عزیز ما پیاده‌گردی راه اسماعیل سامانی رو ما گذشته ایستاده ایم. چقدر که میبینیم از پیش ما داریم مجسمه اسماعیل سامانی و حتما دوستان عزیز در وقتی که راه میگذارید حتما با چراغک راهنما دوستان عزیز خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان. این هم ساختمانش خیلی دوام داد. خیلی با اکیخ گیریم با دیزاین قینم نبودو ولی یکان مشکلی پیش آمده ممکن باشد. انا دوستان عزیز اسماعیل سامانی مجسمه هاش در نزدونش نگاه کنید چقدر گل ها خیلی زیاد با تمامی نگاه کنید فیگوره ها ساختن ستاره ماهتاب و غیره ها. این کس خب میرویم دوام میدیم. 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز. служба связи при правительстве Республики Таджикистан. دیدن خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بوده است. نامی پورش
хай дӯстон чӣ хеле ки медонед хай акнун наворам ба анҷом мерасонам барое ки хеле GoPro-и манам гарм